بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. بینندگان عزیز، عرض سلام احترام دارم خدمت شما. خوشحال هستم که یک بار دیگر از طریق برنامه دریچه و از صفحه تلویزیون ایمان مهمان شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که برنامه ما برای شما اه، جالب و مفید و شوم. طبق معمول در این برنامه بازم جناب استاد بزرگوار استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی را زحمت دادیم و در این برنامه در خدمت ما شما هستند. جناب استاد، عرض سلام خدمت شما. سلام و عرض ادب به شما، به شنونده و بیننده های عزیز تلویزیون ایمان و برنامه زیبای دریچه. ما در خدمت هستیم انشالله. خیلی سپاس جناب استاد که فرصت دادین. جناب استاد، در این برنامه قرار است که روی شخصیت شیخ محمود شبستری و خصوصا کتاب گلشن رازشان صحبت‌های داشته باشیم. بیننده بهتر میفهمند که سعدالدین محمود بن امین الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری یا معروف به شیخ محمود شبستری یکی از عارفان و شاعران سده هشتم هجری هستند. جناب استاد، شما میشه در باره زندگی و عرفان از این شخصیت صحبت بکنید، بعد سوالا را ادامه میدیم. به نام دانای هر ضمیر و سرمایه هر فقیر و درود بی پایان بر روان رحمت عالمیان، خانواده مطهر، یاران با صفا و اولیای امتش. دوستای عزیز ما آگاهی دارند که حضرت محمود شبستری یکی از بزرگترین شخصیت هاست در عرفان اسلامی و در عرفان جهان، بخصوص در مکتب توحید. یک الگوست بین موحدان و کتاب مستطاب گلشن رازش همونطور که شما گفتین در قرن هشتم نوشته شده در زمان حیاتش و شرح‌های مبسوطی به این کتاب نوشته شده که خوبترین شرحی که سر از این کتاب تا بال نوشته شده شرح لاهیجی است که 100 بعد از حیات مبارک خودش این شرح نوشته شده. شرح بسیار زیبا و مقبول است. راجع به نامش و نام پدرش شما گپ زدین. سر اندیشیش میم که در اندیشه حضرت محمود شبستری مکتب وحدت، مکتب توحید و وحدت الوجود، گرچه خود ابن عربی مکتب خود مکتب وحدت الوجود نگفته، محمود شبستری هم نمیگه، اما مردم به می نام یاد میکنه. به نظر ما مکتب توحید است و این یک الگوست در بین موحدان. و در این کتاب گلشن راز که شما گفتین نوید جان، سوالاتی است از طرف کسی طرح شده و جوابا را حضرت محمود شبستری به او سوالای بسیار مهم ارائه کرده. ما امیدوار هستم که خودت باز سوالا را طرح بکنی و جوابا را با سرش گپ بزنی. بسیار خوب جناب استاد، ممنون از معرفیتان. بله، طور که شما گفتین یکی از شخصیت های که گفته میشه هروی تخلص میکرده. چند سوال را حدود 16 یا 18 سوال را از شیخ محمود شبستری میپرسه و شیخ محمود شبستری جواباتش بله به شکل کتاب ارائه کرد و بعدا به شکل کتاب آمده. جالب است که سوالات از بخش از موضوع فکر و تفکر آغاز کردن. اگر در کتاب متوجه شده باشیم که میگن نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آن که خوانندش تفکر. چی بود آغاز فکرت را نشانی سرانجام تفکر را چی خوانی. اه، اه، و واقعا که سوال است که امروزه هم مطرح است در جامعه. بله بله. استاد، میشه که شما سوال طور طرح همیشه از طرف امو مردی به نام هروی آورده شده برای حضرت شبستری و او جواب منظوم برش میده. در سوالیه یک طور طرح شده که تفکر چی هست. بله ما میفهمیم که در عرفان یک مقوله بسیار مشهور داریم، میگه از 70 سال عبادت کرده، از 70 سال ذکر کرده، 1 ساعت فکر. البته فکر با تأمل بله بهتر است.
تفکر این میتونه یک چیزی هست. اندیشه و تفکر در انسان مهمترین چیزی است که حضرت مولانا بلخی میگه تو فقط اینمی اندیشه است، مابقی استخوان و ریشه است، تفکر است، دیگه چیز نیست. و در این تفکر سوال تو طرح شده که ما در این تفکر حیران هستم که تفکر چی است. حیرانی دو نوع ما حیرانی داریم، یکی حیرت مذموم، یکی محمود. یکی از کسی که چیز نمیفهمه در حیرت میره میپرسه، یکی کسی است که اما کل چیز فهمیده در حیرت رفته. این حالی که این سوال کننده میپرسه، محمود شبستری در جوابش چی میگه که با سرز گپ بزنیم. یک چیز دیگه هم هست که در دنیای معاصر هم سر تکنولوژی فکر بسیار کتابا نوشته شده، در شرق و غرب ترجمه شده، آثار بسیار معتبر به وجود آمده. بله جناب استاد. و حیرت یکی از مقامات عرفانی هم بله درست؟ بله بله. بسیار خوب. و در جواب سوال خوب ابیات بسیار زیاد است، نمیتونیم که در برنامه تمامش روش بحث چند کنیم. بیت که شما بخوانید خلاصه میشه که جوابش میفهمم. بله. مثلا در جای گفتن که تفکر رفتن از باطل سوی حق و جزء اندر بدیدن کل مطلق، حکیمان کندرین کردن تصنیف چنین گفتن در هنگام تعریف. به به به. که چون حاصل شود در دل تصور، نخستین نام وی باشد تذکر. ببینید چقدر جالب است. میگه تفکر از جزء به کل رفتن است، از ظاهر به باطن رفتن است. یکی از اکادمیک ترین تعریف هایی که ما از می خود کلمه عشق که محور مشترک عرفان همه ادیان است خواندیم، میگه عشق امور نیروی محرکه میدانه. از علامه اقبال شروع تا مولانای بلخی تا حضرت سنایی، تمام عرفای شرق و غرب عشق نیروی محرکه میدانه. اینجا تفکر این نیروی محرکه را میگه این تفکر نیروی محرک است، این خود تفکر عشق است. شما میبینید که در امی تعریف اکادمیک که ازش شده میگه که عشق قوه الکترومغناطیسی است که صلاحیت یک جا کردن جزء و کل تا لای تناهی داره. ببینید که از جزء به کل، از این منظور چی است اینجا؟ منظور هستی است، هست کننده مطلق، هستی، جهان هستی. ما چی قسم از وحدت به کثرت آمده و از کثرت پس در وحدت میریم. این جهان از نظر یک عارف، از نظر یک متفکری که به عرفان وابسته هست، این است که این کل عالم ظهور خالق متعال است، حضور مطلق حی و قیوم است و تجلی ذات جمیل جل جلاله و جل جماله است. اینجا در جواب به سوال کننده حضرت محمود شبستری میگه تفکر و نموست که ما از جز به طرف کل بریم، از ظاهر به طرف باطن بریم. تو تنها فکر نکنیم که تمام دنیا پدیده ها این چیزی که ظاهرش است دیگه باطن نداره. همه پدیده ها، بارها ما گفتیم در بحث های عرفانی خود، در معنی ابیات عرفای کرام، در شرح آیات کریمه کلام الله مجید، در شرح احادیث نبوی صلی الله علیه و آله، که اینمی خود هر چیز، نفس هر چیز ظاهر داره، باطنی داره. هیچ چیز بی باطن نیست. باطن حتی پروردگار عالم به خود هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن گفته. یعنی همه چیز ظاهر و باطن داره. و محمود شبستری میگه همین تفکر خودش از نظر خود که تعریف میکنه، مهمترین ابیاتش همین به ابیات اولش است که جواب سوال دینه. میگه از ظاهر به باطن رفتن و از جزء به کل رفتن است. بله بسیار خوب. و بعد آمش در زیبا میگن که وضو چون بگذری هنگام فکرت، بود نام وی اندر عرف عبرت. تصور کن بود بحر تدبر، به نزد اهل عقل آمد تفکر. چقدر عالی نه این تفکر. وقت تفکر میشه که ما با تأمل، به الف تأمل، با تدبر. ما یک صحبت معاشیه نره، یک روز تجلیل همین نزول کلام الله مجید بود. اونجا ما همین 5 اصل را که 5 اصل داره، همین حق داره مؤمن بهی، ما سر هر مؤمن از نگاه عرفانیش معرفتیش، اولی که قلبا قبول بکنه که کلام الهی است. بله.
دومی که او را با ادب و با تجوید و با ترتیل بخوانه. سومی که او را با معنا و با تفسیر، با تأمل و تدبر بخوانه. همین چیزی که بله شبستری میگه، تأمل و تدبر. و حق دیگهش اینمی هست که او را به دیگران هم بفهمانه و مهمترین حقش همی است که به او عمل بکنه، چرا او دستور پروردگاره. این اینجا است که حضرت محمود شبستری میگه که فکر اونموز که ما سطحی نگر نباشیم، پدیده ها را ظاهر و باطنش ببینیم، از ظاهر به طرف باطن بریم، از جز به طرف کل بریم و در تدبر بکنیم. با تأمل و تدبر یک چیز ما سرش بحث بکنیم، یعنی بحث ما سطحی نباشه. او وقت میتونه چی باشه؟ تفکر باشه. در غیر از او باز تفکر نیست دیگه، او چرت زدن است باز. بله. و چقدر زیبا اینجا از عبرت هم یادآوری کردن. عبرت بله، به یک مفهومه که سبب عبرت باید شونه. هر چیزی را که ما نبی جان میخوانیم، میآموزیم، باید یک چیزی بیاموزیم. وقتی که آموختیم حتما از موج عبرت میگیره آدم، پند میگیره آدم. خب همی هر تفکر سالم بله نتیجهش همیست که ما فاعتبروا یا اول الابصار، عبرت باید بگیریم. از این فرمان پروردگار است. بله بله بله. اون یک مفهوم عامه که خاصه که استفاده میشه نزد رفا، عبرت یا عبور کردن از یک مرحله به مرحله دیگر. همی که انسان میگن انسان توبه میکنه باید عبرت بگیره به این مناسب که عبور کنه، یعنی از اون مرحله بگذره دیگه دوباره به او مرحله. توبه خودش بازگشت است، بله بازگشت است، بله بازگشت است. بله. جناب استاد باز یک بخش دیگه هم درباره فکر دارن. سوال دیگه که هست که میگن کدامین فکر ما را شرط راه است، چرا گه طاعت است و گه گناه است. علی میگه تا کدام تفکر ما اجازه داریم که سرش گپ بزنیم و بله کدام تفکر است که ثواب است و کدام تصور است که ناثواب است. بله ثواب بسواد یعنی کدامش درست است، کدامش نادرست است. باز در جواب میگه، شما که جوابش بخونید باز شرح میکنیم که در جواب چی گفته. میگه که باز در جواب خود میگه که یعنی در اینی قسمت، در این تاهینی حدود تفکر ثواب است و در تاهینی حدود ما اجازه نداریم ناثواب است. بله. در جوابشان شیخ محمود گفتن که در حالات فکر کردن شرط راه است، آه ولی در ذات حق محض گناه است. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال بله محض دان تحصیل حاصل. بله 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 بله. چقدر جواب عمیق، فلسفی، عرفانی، عقلی، عقلانی، قوی. بله میگه در صفات و اسماء پروردگار هر چقدر تفکر بکنیم ثواب است و ما اجازه داریم، اما در ذات تفکر ناثواب است، به خاطر که او یک چیزی است که آفتاب واری روشن است. در یک چیزی روشن و در یک چیزی حاصل چی گپ میزنی دیگه؟ تو آفتاب آمد، دلیل آفتاب بله پی بردن به کنه ذات پروردگار. در اونجا که سردار اولیا و سردار انبیا خودش میگه که گنگ میشه کس. حضرت حاجی سپاهیمنار حدیث قدسی را در کتاب عین الایمان است یا دقایق المعارف مبارک میاره، میگه من عرف نفسه طال لسانه، من عرف رب کل لسانه. کسی که خودش شناخت زیاد گپ میزنه، کسی که خدای خودش شناخت به معرفت رسید گنگ میشه. بله یعنی زبان عارف در اون مقامی که مقام ذات است گنگ میشه، برای گفتن چیزی نمیمونه. اوجا زبان عبارت ختم میشه نبی جان و بله شنونده و بیننده عزیز ما. اونجا زبان اشارت است، باز زبان عبارت ختم میشه. بله بسیار خوب. خب این بسیار با جزئیات بله شیخ محمود شبستری جواب ارائه کرده که شاید در حد زمان برنامه ما نیست. انشاءالله بتونیم در فرصت مناسب صحبت بکنیم بالش. هر سوال و هر جواب یک برنامه علیحده کار داره نبی جان، ولی ما و شما در این برنامه کوشش میکنیم که همین سوالا را
مختصر بخوانیم و جوابایش هم مختصر به بیننده‌های عزیز ارائه بکنیم که یک تصویر درستی داشته باشیم از گلشن راست. او اثر ماندگار حضرت محمود شبستری که او زیادتر دانشمندا، علما و عرفا شرح کرده. علامه اقبال حتی در گلشن راست کتابی داره در موردش بسیار مبسوط تفسیر و تعویل داره، دقایق داره. بله، بدون شک جناب استاد. گپ از توبه کردن و عبرت اینا شد. بعدامش سوال که از شیخ محمود پرسیده شده که درباره ماهیت من است، که پرسیدن کی باشم من، مرا از من خبر کن، چی معنی دارد اندر خود سفر کن. که باز شیخ محمود هم برش جواب ارائه میکنه که چو هست مطلق هایت در اشارت، به لفظ من کنن از وی عبارت، حقیقت کس تعین شد معین، تو او را در عبادت گفته ای من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم، بله. همه یک نور دان اشباه و ارواح، که از آینه پیدا گز مصباح، تو گویی لفظ من در هر عبارت، به سوی روح من می باشد اشارت. خب سوال بسیار جالب. بله. گفتم در مورد هستی خود نفس ما، که ما کی هستم، بگو چی میگی؟ یعنی انسان کی هست؟ بله. انسان، امام عرفا میگه تو به قیمت و رای دو جهانی چی کنم قدر خود نمیدانی. و مولای بلخی رحمت الله علیه میگه قیمت هر کالا میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. انسان موجودی اعلای من الملائکه است، در صورتی که خود بشناسه، که نشناسه ادنای من البهایم است. پس در جوابش محمود شبستری میگه ما سایه اون مفتو هستیم. بله. وجود ما ذلی است، اعتباری است. کل من علیه فان و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام. بله. جهان تجلی ذاتی از اوست. مثل که یک مثال اگر بگویم برای بیننده و شنونده موازی شود، افتو، نور آفتاب از خانقاه و مسجد شروع تا کاباره و تا هر گلخن تا گلشن یک سان میتابد. بله. نه آلوده میشه و نه هم هیچ جای از اون محروم میمونه. این جهان نمیتو تجلی ذات نور حقیقی است که اونمو الله نور السماوات و الارض گفته خودش. بله. تجلی است، فقط تجلی است و ظهور اسماست، ظهور صفات است. اینجا میگه خدا میگه چی قسم میشناسی؟ خدا تو بشناس که تو خودت، تن خودت چیزی است و او چیزی که تن او زنده است او چیزی دیگه است. بله. او همون نفخه الهی است. انسان من حیث نایب و خلیفه پروردگار عالم با امون نسخه یا یک نامه از نسخه الهی، یک نامه از نسخه الهی. مقام انسان در عرفان بونمو گپی حضرت سعدی بزرگوار است که میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خدا نبینه. بله. ولی انسانی که خدا بشناسد، چی و خدا به این نام نه که من خدا میشناسم، ما ایلمن غزنویستم، این نوید جان امیدیست، نه این محمدیست، بس نه، که اصل ما چی هست. بله. اصل مهم است. اصل که انسان اصلش چی است، اونمو اصل خدا که شناخت، اونمو نفخره. اونو وقت است که بازو به مقام اعلایی که به او تاج کرامت به سرش مانده شده در اون مقام رسید. بله. در بخش از این جواب هم در زیبا گفتن که من تو چون نماند در میانه، چی کبنه چی کنش چی دیرخانه. وقتی که می موضوع من و تو از بین بره چیز دیگه نمیمونه و در ساحه قدس من و ما و من و تو وجود نداره. بله. وجود خونم یک وجود است. وجود یک وجود است. در مکتب محمود شبستری، در مکتب ابن عربی، در مکتب همه موحدین یک وجود است. هستی مطلق، هست کننده مطلق و هستی کننده همه اونمو ذات
خالق متعال است، دیگه چیزی نیست. دیگه چیزایی است که اون آیه مبارکه سوره الرحمن که کل من علیها فانی شده نیست همه. او بله. تن، همون تن که از امی دنیاست در دنیا میمونه. او جنسی که او پدیده ای که او مقدسی که از اونجاست، پس به عالم بالا انا لله و انا الیه راجعون و یا کل شیء یرجع الی اصلی، به اصل خود میکنه. بله. من اصلی اونمو است. ما که رفای کرام که صحبت میکنن یا شرح کتابایشان که بعضی دوستا کردن بعد کتاب یا همونطور، من فردی و من حقیقی، منی که ما امو ایگوی نمیالی هستیم و او من حقیقی که کی هستیم ما. این بسیار مهم است. اون از امو خاطر است که رفای کرام میگن تولد دوباره، میلاد فیزیکی نه، میلاد روحی شانه. مثل که حضرت سنایی زندگیش در دو مرحله میلادش، حضرت مولانا بلخی قبل از دیدارش با حضرت شمس، بعد از او دیگه بزرگا حضرت ابوالمانی، همه بزرگای ما اینمی دوره را داشتن که از من فردی با من حقیقی گذار کردن. بسیار خوب جناب استاد. به این ترتیب وقت در ماهیت من و اینا سوال میشه، سوال دیگه هم مطرح شده که دیگر گفتی مسافر کیست در راه، کسی کو شد ز اصل خویش آگاه، مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. یا مثال میشه کم شرح بکنید برام؟ اصلا ما در دی دنیا از نظر عرفان و معرفت مسافر است. بله. سر پل خانه جور کردن، یک مسافر سر پل باید برای خود خانه نسازد. بله. سفرم در کجاست؟ در وطن اصلی، حب الوطن من الایمان که ما میگیم. اینمی وطن افغانستان و پاکستان و ایران و امریکا نیست. او ایمان که است اونمو وطن دیگه است. از امو جایی که آمدیم مرغ لاهوت مزان گلزار می آییم ما. بله. اون از اونجا، اون از امو وطن آمدن، اونو است. مسافر کجاستیم؟ راه ما باید پس بریم در کجا؟ از امو جایی که آمدیم. این حال مسافر باید چی بکنه؟ یک راهنما که خود داشته باشه که راه غلط نکنه. بله. مسافر باید مسافری که راه بلد است باید سفر بکنه که راه غلط نکنه و در اصل خود برسه. آها. اکثر عرفا تاکیدشان به همین است که ما مسافر هستیم و در رفتن در این سفری که میریم، بعضیا میگه سفر بی برگشت، ولی اصلا خود اینطور است که برای مؤمن، برای هر انسان آگاه که به خداگاهی رسیده، مرگ مرحله دوم زندگی است. بله. یک مرحله دیگه زندگی است، مرحله زندگی ابدی هست. نبی کریم صلی الله علیه و آله میگه مردمان خوابن وقت مردن بیدار میشن. آها. وقتی که ما به اونمو سفر میریم، به خاطر که نمونطور که در عالم ظاهر ما در یک جایی که میریم در یک مملکت برای دیدن یا جای تاریخیش یا مناظر طبیعیش یک راهنما که خود میگیریم، یا در علوم ظاهری والدین ما کوشش میکنند در یک مکتب خوب باید استاد خود ما را ببرن. در عالم باطن، در سفر باطنی، در طریق مدارج عرفانی، در رفتنی که ما اونمو سفری که معنوی هست، در او هم ما در مسیر روحانی خودم ما یک راهنما کار داریم که اونمو پیر و مرشد است. سپاس جناب استاد. به ادامه از که این انسان مسافر است و از این مسافرت انسان برای انسان کامل شوه، به پختگی برسه، ادامه میده که شعر که میگه که کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی، پس آنگاهی که ببرید او مسافت نهد بر سرش تاج خلافت. میشه استاد این شعرم بیاتم شرح بکنید بعد ادامه میده. بسیار مقبول است. ببینین یک بیت از حضرت خواجه خواجگان سیاد شاهنیاز چشتی رحمت الله علیه است. میگه هر جا که رویم تا داغ غلامی تو داریم، ببخشید، تا داغ غلامی تو داریم، هر جا که رویم پادشاهیم. ما در عین نزدیک خواجه هستیم، تاج کرامت سر ما مانده شده، ولی بنده هستیم. زندگی بی بندگی شرمندگی است. باید به خدای خود، به خالق خود، به معبود خود بندگی و غلامی بکنیم، باز واقعا ما به خواجگی برسیم، به خواجگی واقعی.
انسان خو وقتی که اونم رسالت خود درک بکنه، در شناخت وقتی ما میرسیم که بفهمیم که ما در کجا قرار داریم، بله. ما موقعیت خود در نظر به خالق خود، جای خود که باید باشیم او رو پیدا کنیم. بله. هر وقت که همون جای پیدا کردیم، اونمو انسان کامل است، مرد تمام است. اگر خدای نخواسته با عبادت، با کم دانش، با یک شهرت گپا شکار انانیت شدیم، فرعونیت شدیم، او رو گمراه شدیم دیگه باز. اما اگر در عین خواجگی، در دانش، در بینش، در شهرت، در هر قدرت، ما وقتی فهمیدیم که ما بنده هستیم و بنده باید بندگی بکنه، اون وقت است که ما به خواجگی حقیقی رسیدیم. حضرت شبستری بسیار مقبول و واقعا که آدم میشه که بگوید که نهایت حجم کتاب گلشن راز بسیار کم است، بله. اما این کتاب به حد عمیق است در معرفت و در تکامل شخصیت انسان که به طرف کمال بره. این اگر کسی بتانه همین کتاب محمود شبستری را، سوالا را بخونه، جوابا را بخونه و سر خود عملی بکنه، بدون شک که به کمال میرسه، انسان کامل میشه. بله بسیار خوب جناب استاد. بحث بعدی با موضوع توحید ارتباط داره که یک بحث کلان است، میشه در برنامه جدا باید صحبت بکنیم. چند بیت دیگه هم است که قابل تحمل است و در این باره طرح درسته. شما را میخواهیم، بعد برنامه را ختم میکنیم. در قسمت ادبیات گفتن که حقیقت خود مقام ذات او دان، شده جامع میان کفر و ایمان، به اخلاق حمیده گشته موصوف، به علم و زهد و تقوا بوده معروف. همه با او ولی او از همه دور، به زیر قبه های ستر مستور. این استاد روش صحبت بکنین. چرا نه؟ نوی جان و شنونده ها بیننده های عزیز ما، اینجا مسئله اونمو ظهور کثرت است، وحدت است. بله. اصل برای حضرت محمود شبستری اینمی اصل است، اصل برایش نمیست. در بله. عرفان شبستری اصل اینمی ظهور کثرت از وحدت است. حضور حی و قیوم دایم و قایم است. یعنی حقیقت فقط حضور ذات مطلق حی و قیوم است. حضور حقیقت مطلق اما بله. حضور حی و قیوم است و حقیقت اونمو ظهور کثرت از وحدت است. این میره تفصیل داده میره مبارکه با مثال ها. ما اگر در کائنات میبینیم تمام کائنات از نظر حضرت شبستری و دیگر موحدین و عرفای کرام، فقط چی است؟ خالق متعال همی عالم اسما و اسمای خدا درش ظاهر ساخته و حضورش حی و قیوم است. خود می جمع کائنات حضور خودش است، دیگه چیز نیست. حضور حی و قیوم و ظهور وحدت و ظهور کثرت در وحدت است و تجلی جمال جمیل حقیقی در عالم است، دیگه چیزی نیست. فقط اونمو افته است، سایه ها پیدا میشه. بله. وقتی که افته رفت، نور رفت، سایه خودش به خود گم میشه. وقتی که موجودیت ما مربوط است به موجودیت حی و قیوم، ما قایم به خود نیستیم، قایم به ذات حقدس است. بله. بله. بله بسیار خوب. و اینجا هم خیلی زیبا اشاره کردن به علم و زهد و تقوا که خیلی اهمیت داره. و در امی انسان بغیر از ذات مقدس خود پروردگار خود به هیچ چیز باید تکیه نکنه. بله. تمام عرفای کرام میگن نه به علم خود تکیه کنه، نه به عبادت خود تکیه. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خسران و در زیان است
مگر انسانی که او چی کنه، عمل صالح بکنه. و در آیه آخری سوره مبارکه کهف که در روزهای جمعه همیشه دوستان میخوانن و ثواب جزیل داره، این امی گپ است که کسی که میخواه ملاقات الهی را حاصل بکنه، شرک نبیاره و عمل صالح بکنه. عمل. وقتی که ما تکیه کردیم به خود، به علم خود، به نام و نشان خود، شرک شد، دویی شد. اما حضرت پیر هرات خواجه عبدالله انصاری میگه خود را از دیگران برتر دانستن کبر است و کبر معادل شرک است. بله. مؤمن واقعی از نظر همه و رفای کرام و معمولی شبستری هم است که غیر از خدا به هیچ چیز تکیه نکنه، نه به زهد خود، نه به علم خود، نه به قدرت خود، نه به شهرت خود، نه به صورت خود، نه به ثروت خود. بله. خیلی سپاس جناب استاد، بسیار زیاد مستفید خواهش شدیم از صحبت های این گرانبهایتان. جان سپاس که فرصت دادین به ما. خواهش میکنم. روز خوش، وقت خوش. سلام. شکر. بیننده عزیز، خیلی سپاس که تایید ما را همراهی کردین. در برنامه بعدی تلاش ماهی است که بتونیم گلشن رازه توسط جناب استاد شرح بکنیم تا حدی که میتونیم و انشاءالله به شما مفید تمام شود و از صحبت های گرانبار جناب استادم مستفید شوین. با سایر برنامه های تلویزیون ایمان باشین. شب و روز خوش. خدا نگهدار.